آدما عادت دارن بدیاتو به رود بیارن، اما برای کارهای خوبت ازت تشکر نکنن. ولی میدونی چی جالبه؟ این که اونا برای کارهای خوب خودشون سرت منت میذارن. این بده. آدم عجیبا با کسی قهر میکنن که دوستش دارن، از کسی ناراحت میشن که دوستش دارن، حتی کسی ها اذیت میکنن که دوستش دارن. ببخشید دیگه، منم جزء آدم عجیبام. اگه این کارا رو کردم پس دوست دارم. آدما عادت دارن بدیاتو به رود بیارن، اما برای کارهای خوبت ازت تشکر نکنن. ولی میدونی چی جالبه؟ این که اونا برای کارهای خوب خودشون سرت منت میذارن. این بده. آدم عجیبا با کسی قهر میکنن که دوستش دارن، از کسی ناراحت میشن که دوستش دارن، حتی کسی ها اذیت میکنن که دوستش دارن. ببخشید دیگه، منم جزء آدم عجیبام. اگه این کارا رو کردم پس دوست دارم.